تعمیر مکتب مختلط یکتیپه ولسوالی خواجه موسی به زمینی به مساحت 3000 متر مربع کمک مردم محل دارای 8 صنف درسی با تمام تجهیزات و ملحقات آن در مدت 6 ماه کاری تکمیل و مورد استفاده شاگردان قرار گرفت. مفتی زاهد الله زاهد آمر برنامه تعلیم و تربیت ریاست معارف ولایت فاریاب میگوید بنابر نیاز ارشد منصوبین و شاگردان به اعمار یک باب مکتب که قبلا به منازل کرایی مصروف پیشبرد کارهای اداری و آموزشی بودند، این مکتب به بهره برداری سپرده شده است. این مکتب شما میبینید که به هزینه و بودجه مکتب از طرف وزارت خارجه نروژ و تطبیق کنندهش هم ریاست معارف هست. واقعا این مردم اشد نیاز داشته و شما معلوم است که قبل از اینکه مکتب اعمار شود شاگردای مکتب در خانه‌های کرایی در زیر سایه درخت دیوال در اونجا درس تعلیم میشدن. حالی الحمدلله با مشکلات تقریبا 300 نفر از شاگردان اینجا در اینجا حل میشه. ریاست معارف تصمیم داره که تمام مکتب‌هایی که بدون تعمیر هست ان شاء الله کوشش میکنه، تلاش میکنه با هماهنگی وزارت محترم معارف ان شاء الله مکاتب اینا را تعمیرش اعمار بکنه. انجینیر سیف الدین مرادی مسئول دفتر دارت در مورد مشخصات پروژه متذکر روشنی انداخته اعمار منزل دوم تعمیر مکتب ذکر شده را در آینده ها وعده سپرد. ما وقتی که در راه می آمدم شاگردان را دیدم یک امیدی دیگه برام آمد اینجا. من گفتم کاش این مکتب ما دو منزله برای از اینها جور میکردم. واقعا این مردم معارف دوست است، علم دوست است. تعداد شاگردان به حدی بود که گنجایش مکتب در اینا کمی میکرد. ان شاء الله در آینده نزدیک باز منزل دومشان براشون اعمار میکنیم، چون این مکاتبی که از ما دیزاین شده بر دو منزل دیزاین شده. گنجایش اعمار منزل دوم هم داره. در آینده نزدیک ان شاء الله از طرف ریاست معارف باز ان شاء الله با ما معرفی میشه. ما میتونیم که منزل دوم برشان اعمار کنیم. ملا غلام نقشبندی باشنده محل گفت قبلا شاگردان با موجودیت گرما و سرما در زیر آفتاب سوزان و برف باران درس یومیه را پیش می بردند و با اعمار تعمیر مکتب یکتیپه مشکلات شاگردان از عدم جای مناسب درسی کاملا مرفوع شده است. در سالهای متبادی ما خودمون که از استادان همین شاگردان بودیم و ما همیشه درس‌های ما به سایه یک دیوار، به سایه یک درخت و در دروازه خانه‌های مردم ما شاگردان را درس می‌دادیم که الحمدلله بسیار خرسند هستیم که انتظار همچین آبادی و تعمیر داشتیم که امروز الحمدلله ما و اولادای ما به آرزوی خود رسیدند. ان شاء الله ما را وعده دادیم و وعده میدیم که ما از مکتب خود همچنان که از فرزند خود چقدر مراقبت داریم، تربیت درست شبا گفته، از مکتب خود ان شاء الله همین قدر مراقبت داریم. از سوی دیگر مفتی محمد هاشم یک تن از بزرگان محل ضمن تشکری از توجه دلسوزانه وزارت معارف امارت اسلامی کشور برای مسئولین معارف وعده سپرد که در راستای مراقبت و حفاظت از تجهیزات مکتب با منسوبین این نهاد آموزشی همکارند. به خاطر رشد و ترقی و تعالی بودن یک مکتب در یک منطقه خیلی نیاز و ضروری است، چون که ابتدایی مرحله یک طفل وقتی که به سن 7 سالگی میرسه میخواد که رشد بکنه به علم بیاموزه از یک مکتب شروع میشن. بهترین آغوش ابتدایی برای یک طفل مکتب است. بنابراین بودن یک مکتب در یک منطقه خیلی نیاز مبرم یک جامعه است. خواست ما از مردم این است که باید مردم هم توجهی کامل برای نگهداری مکتب بکنن و علاوه از بچهای خود را باید بیارن از دستشان بگیرن بیارن برای معلمین تسلیم بکنن، بچه‌هایشان یک چیز یاد بگیرن. باید گفت با اعمار تعمیر مکتب مختلط یکتیپه ولسوالی خواجه موسی مشکلات 300 تن شاگردان از عدم جای مناسب درسی مرفوع شده است.